پسرت هم آقا فرزام بردی تیم مصر رفتن. من هر سال آقای فردوسپور هر سری که سرمربی شدم سعی کردم نیستا، حتما این کارو کردم. من هر فصل 3-4 تا بازیکن جوون رو کردم، هر تیمی. نه این پسرت سرجهازیه. حالا هر فصل ما 3-4 تا بازیکن رو کردیم. الان هم اکثرشون دیگه برتر توی خارج از کشور بازی میکنن. امسال هم واقعیتش دیدم که اگر مستحق این کار نبود للهی به جان همون بچم، اگر مستحق نمی آوردم. بعد اون یکی پسرتون رو قبلا مشاوره اینا بابا اون هنوز سربازه، فکر کنم 20 روزش مونده، اونم داره تمام میشه. اونم حاشیه‌های همون دوستانتون بودن. نه اون یه زمان مشاورش کرده بودید. نه بابا این بابا سرباز بود. سرباز چجوری مشاور مدیر عامل شده بود؟ همون دیگه، مگه به سرباز حکم میدن؟ آقا عکسش هست کنار. بابا عکسش اومده تو باشگاه، بغل من یه عکس انداخت. بعد یه چیز داشتی بهش میدادی، مثلا این همچین چیزی داشتی بهش میدادی. بابا کو اون عکسو بیار، من چی دارم میدم بهش؟ آقا یه چیزی من عکسشو بیار. عکسشو من دیدم یا توهم. الان بذار من یه چیزی بچه‌ها پیدا یا توهم زدم یا بابا نشسته توی باشگاه اومده بود مرخصی گرفته بود. اومد تو باشگاه حیوانی. بعد اومد تو باشگاه گفت بابا من باید یه عکس بگیرم. اونم بعدش استوری کرد. بعد عکس همین یه دفعه خبرش اومد که چه شده مشاور. آره بابا اصلا مگه میشه که آقا مدیر سرباز حکم مثلا چیز بگیره؟ اما کلا اطرافیانت همسر اینا رو کلا زیاد یعنی دوست داری همه خانواده ورزشیم دیگه از داداشام گرفته. خودت واسه همه‌شون پست ایجاد می‌کنی؟ نه داره همه ورزشیان. نه پست میدی بهشون دیگه، مثلا یه براشون پست در نظر میگیری دیگه. کجا؟ آیا عکس راست کنار هم نشستی چیزی دستش ندادی؟ دیدی؟ قانع شدی؟ آقا نه باید بگی دیگه. ببین قانع شدی؟ ببین نه اینکه جوابمو بده. آقا بذار بگم این الان خانم تا نه جوابمو بده. گفتی یه چیزی داری. آره باشه این راسته چیزی یعنی حکم چیزی دستش نه. ببین من برات میفرستم. ایشون رئیس اسپینگ استان بود، نایب رئیس اسکواش استان بود و هیچ موقع من تو کارش دخالت نکردم تو زندگی.